بچه‌ها چند وقته که یه باگ خیلی جالبی از ربات‌های ناشناس در اومده که میشه به هویت کسی که داره به ما مسیج میده برسیم. این باگ خیلی پابلیکه، چند وقتیه در اومده و کار منم نیست قاعدتاً، و من جایی دیدم گفتم که بیام ویدیو بگیرم تا بچهای دیگه هم بتونن ازش استفاده کنن. من توی این ویدیو سعی میکنم خیلی سطح پایین و ساده توضیحش بدم برای کسی که حتی برنامه نویسی رو بلد نیست، حتی اونم بتونه ازش استفاده کنه. چی میخواستم بگم؟ ربات‌های ناشناس این مدت خب سر هک و این داستانا متوجه شدیم که امنیت اصلا ندارن، اطلاعات ما رو سیو میکنن، ویدیوها، تکست، هر چیزی که وایس، حتی هر چیزی که داره رد و بدل میشه قابل شنوده، داره ازش استفاده میشه. یه عده بد هستن که دارن نگهداریش میکنن یا حتی به فروش میرسوننشون. و با این باگی که در اومد، این آسیب پذیری به ما میگه که حتی دیگه ناشناس هم نیستن، چون این باگ روی 80%شون کار میکنه، چون که 80%شون برای یه عده خیلی خاصی هستن. بریم جلو ببینیم که این باگ چجوری کار میکنه، کجا در اومده و چجوری میشه ازش استفاده کرد. اوکی، من یکی از بات‌های ناشناس رو اینجا باز میکنم. من از بی چت پلاس بات استفاده میکنم، ولی شما از بات‌های دیگه هم میتونید تست بگیرید این آسیب پذیری رو. من اینجا مسیج گرفتم دیشب که امروز روشون تست کنیم. باگ چجوری کار میکنه؟ اینجوریه که هر مسیجی که به ما میاد یه دکمه پاسخ داره، یه دکمه بلاک و غیره. این دکمه ها یه سری متا دیتا دارن که ما داخل تلگرام نمیبینیمشون، ولی پشت دکمه ها قایم شدن. حالا این متا دیتا ها چی هن؟ بریم جلوتر ببینیم که اینا چی هن و چی داخلشون هست. برای اینکه بتونیم متا دیتای این دکمه ها رو ببینیم، باید از طریق این سمت راست بالا روی سه نقطه بزنیم، از این طریق بتونیم ازش اکسپورت بگیریم از چت هیستوریمون. من میام اکسپورت بگیرم، فوتوز آف میکنم توی این قسمت، رنج رو میبرم اولش، روی فرمت جلوش نوشته که HTML. شما نباید خروجی HTML بگیرید، باید روش بزنید، بیاید روی دومی جیسون رو سلکت کنید، سیوش کنید و حالا دکمه اکسپورت رو بزنید که شروع کنه به خروجی گرفتن. چون من مسیجام کمه، احتمالا خیلی سریع تموم شه. اینجا میگه که تموم شد ساکسسفولی. روی دکمه شما دیتا میزنید، پوشش باز میشه اونجایی که اکسپورت میگیره. اینجا یه فایل جیسون به ما میده، روی هر کامپیوتر با یه چیز خیلی خاصی باز میشه معمولا، ولی وقتی که بازش کنید باید یه همچین دیتایی رو اینجا شما ببینید، یه سری دیتای عجق وجق و آبجکتی. وقتی خروجی جیسون رو باز میکنید، حالا توی IDE، توی مرورگر، هر جایی فرق نمیکنه، مسیجی که میخواین رو پیدا میکنید. من مثلا یه مسیج گرفتم که سلام خوبی، میخوام اینو ببینم که مثلا کی به من فرستاده. حالا من سلام خوبی واقعا ندارم، ببینم چه مسیجایی اینجا دارم. مسیجا رو میتونید داخل این دیتا پیدا کنید. چه جوری؟ الان بهتون میگم. اینو میکشید پایین، اسکرول میکنید کاملا تا آخر صفحه. اینجا توی قسمت های تکست، مثلا من یه مسیجی گرفتم نوشته مهندس پیوی رو بی زحمت چک کن. من متنش رو اینجا پیدا میکنم یا میتونم سرچ بزنم. سرچ میزنم مهندس، مسیج رو اینجا برام میاره، دورش هایلایت میکنه. یه ذره میام پایین تر تا دکمه پاسخ رو پیدا کنم. به دکمه پاسخ که رسیدم، تازه متا دیتاش برام اینجا باز میشه. ما یه پراپرتی اینجا داریم به نام دیتابیس 64. دیتابیس 64 چیه؟ یه مقدار مشکوکی داره. این احتمالاً مقداریه که به انکودینگ به 64 انکود شده و ما باید دیکودش کنیم. دیکود کردنش چجوریه؟ خیلی آسونه، خیلی راحت. توی سایتی که من اینجا باز میکنم و لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، میاین یا اینکه میتونید توی گوگل سرچ کنید که بیس 64 دیکودر، بعد توی یکی از سایت‌ها بزنید، فرقی نمیکنن، همشون یه جوری کار میکنن. میاید توی باکس دوم، مقداری که اینجا بود بیس 64 رو کپی میکنید، مقدارش رو کاملا، میاید توی باکس دوم واردش میکنید. اینجا که وارد کنید، یه مقداری دیکود میشه که یه سری اعداد و شارپ و یه سری عجیب غریبن. اعداد با شارپ با هم دیگه جدا شدن از هم دیگه، یعنی با شارپ اسلایس شدن، جدا شدن. عدد اول رو به غیر از 1 یا 2 3 بعد از کاما، یعنی بعد از کاما عدد اول رو کپی میکنیم. حالا میایم توی ربات دوم. ربات دوم چیه؟ ربات دوم
به نام اینلاین اینفو یوزرنیم میاد اطلاعات کاربرا رو جمع میکنه. یعنی یه رباتیه که هکرها ساختنش، خب، و اطلاعات کاربر تلگرام رو جمع میکنه. اگه بهش یوزر آیدی بدیم دیتاشو به احتمال 80% به ما میده و ما نمیدونیم که اصلا برای کی داره این کار انجام میده، ولی خب اینطوری کار میکنه. با یوزر آیدیش میشه به یوزر نیم و اسمش رسید. این دیتایی که اینجا دیکود شد توی نگاه اول مشخص که یوزر آیدیه، چون من قبلا تست کردم میدونم، ولی اینطوری کشف شده که یکی اومده اینو دیکود کرده، کنجکاو بوده، بعد دیده که یوزر آیدی اینجاست. روی بقیه هم دیده همین جوریه. و توی ربات دوم میاین استارتش میکنین. لینک اینم تو دیسکریپشن براتون میذارم. روی دکمه ای که نوشته اینجا سرچ با یوزر آیدی یا یوزر نیم یه کلیک میکنید، یه همچین چیزی باز میشه. اینجا اون یوزر آیدی که دیکود کردیم و پیست میکنید. نوشته که not found. بعضی وقتا پیدا نمیکنه، مثلا این مسیج صاحبش رو برای من پیدا نکرد، میرم مسیج بعدی. دوباره خیلی راحت میام بالاتر. مثلا اینجا یکی بهم یه مسیج خیلی طولانی داده، میام پایین پاسخش رو پیدا میکنم. دکمه پاسخش رو اینجا نوشته به 64 رو دوباره کپی میکنم، میرم توی سایت اول، توی سایت دیکودر، توی باکس دوم پیستش میکنم، میام این بالا دوباره یوزرنیم سکشن اول رو کپی میکنم، میام اینجا دوباره سرچش میکنم. خیلی آسونه، فرآیندش تقریبا 20 ثانیه طول کشید برای من. اینجا میگه که complete infos about فلان یوزر آیدی، اینو روش میزنم، اطلاعاتش بهم میده. میگه که یه مسعود نامی یه مسیج طولانی بهت فرستاده، آیدیش هم اینه، حالا برو بهش پیام بده. خیلی جالبه. یکی دیگه هم تست میکنم. من یکم میام بالاتر، یکی از پیام‌ها رو مثلا اینجا نوشته are you gay. خیلی جالبه. میام یکم پایین پاسخش رو پیدا میکنم، زیرش بیس 64 رو کپی میکنم. بچه حواستون باشه که این کوتیشن ها نباید کپیشن، اول و آخرش یه مقداری هست، دو تا این شکلیه، بهش میگن دابل کوتیشن، اونا رو نباید کپی کنید. میاین توی سایت دیکودر اینو پیست میکنید، دوباره مقدارو یوزر آیدی سکشن اول دوباره کپی میکنید، میرید توی ربات زرد، همون دومیه که گفتم، دوباره یوزر آیدی رو پیست میکنید، روش میزنید، دیتای اینم برام پیدا کرد. یه امیرعلی نامی پرسیده که گی هستم یا نه، آیدیش هم که اینه. اوکی، من قبلا بهش گفتم که نیستم. ببینید گفتم نیستم. من خیلی ساده توضیح دادم چون دوست داشتم همه بتونن باش کار کنن، استفاده کنن. فکر کنم فرایندش کاملا دستتون اومد، ولی روی ربات‌های دیگه هم کار میکنه. من مثلا یه ربات ناشناس دیگه رو باز میکنم، ماشاءالله خیلی زیادم هستن. نوشته آیدیش اینه که پیام ناشناس بات با یه آندرلاینی هم حالا جدا شده، یکی از این متفرقاست که خیلی یوزر داره. اینم اگه بخوام روش اجرا کنم باگو، میام دوباره اکسپورتش رو میگیرم. خیلی ساده است بچه‌ها، خیلی ساده است. فقط یه تلگرام دسکتاپ میخواد فکر کنم. البته فکر کنم رو موبایلم کار میکنه، ولی خب من بلد نیستم حداقلش. اوکی، روی جیسون میزنم، سیوش میکنم، دکمه اکسپورت رو میزنم، صبر میکنم اکسپورت شه. اکسپورت شد. روی شما دیتا میزنم. چقدرم سریع دارم میگم. بقیه اینجوری هم، بقیه یوتیوبر اینجوری ان که حرفشون رو لف میدن یکم واچ تایم بگیرن، ولی من انقدر سریع میگم خودم هم یه سری جا نمیفهمم. فایل جیسونش رو باز میکنیم. این ربات دومیه رو من میام پایینش، زوم میکنم یکم چشمام ببینه. یه مسیج سلام من گرفته بودم که خودم به خودم داده بودم با یکی از اکانتام. اینو من چرا دارم انجام میدم؟ چون یه ذره فرمتش فرق میکنه. میخوام بگم که چجوری میشه روی ربات‌های دیگه هم پیدا کرد. بیس 64 رو کپی میکنم روی دکمه پاسخ، میام روی دیکودرم کپی پیستش میکنم. ببینید فرمت اینجوریه که ریپلای آندرلاین یوزر آیدی. خیلی من یکم زوم کنم ببینید. کاش این کار زودتر انجام میدادم. یه دکمه زدم رفرش شد. یه بار دیگه من پیستش میکنم. اینجا ببینید فرمتش نوشته که ریپلای آندرلاین یوزر آیدی. یوزر آیدی میشه سکشن دومش بعد آندرلاین. میشه تقریبا حد زد آدم با اینتلیجنسی که داره، با شعوری که خودمون داریم. کپیش میکنم، برمیگردم توی ربات، سرچ میکنم یوزر آیدی رو. ببینید اکانت من مثلا آیدی نداره ولی اسم داره. اسمش رو من میده ولی آیدیش رو نداره، نمیتونه من بده.
یه سری از کسانی که به ما پیام میدن معمولا آیدی ندارن، ولی اسمشون رو وقتی که پیدا کنیم حداقل میتونیم بفهمیم که یه ذره میتونیم ربط بدیم که ممکنه فلانی باشه، ممکنه این باشه، شکمون حداقل یکم برطرف میشه. این آسیب پذیری که در اومده احتمالاً بعد یه ماه رفع بشه روی همه ربات‌ها، ولی روی هر پیامی که تا الان گرفتید کار میکنه و میتونید برید مثلا پیام 3 سال پیش رو ببینید که کی فرستاده، جواد یا سارا. اوکی، تقریبا تمام. دمتون گرم که نگاه کردید. لطفاً لایک کنید که به بقیه هم یوتیوب ساجستش کنه و اگه چیزای برنامه نویسی و محتوای این شکلی دوست دارید من رو سابسکرایب کنید. مرسی.